من معین افضلی هستم، مدیر اجرایی ماراتون بیابان لوط. خدمت شما عرض کنم از سال 96 رویداد گردشگری ورزشی برگزار میکنیم. 9 دوره ماراتون و اولترا ماراتون برگزار کردیم در استان کرمان بیابان لوط. امسال اومدیم یک رویداد دوچرخه برگزار کنیم با تعداد 70 دوچرخه سوار و خدمت شما عرض کنم حدود 70 کیلومتر هم این مسیر رو طی میکنند. یک مسیر بسیار جذابیه که تقریبا جاذبه های کمتر معرفی شده بیابان لوط رو معرفی میکنن، مثل مزارع سیرک، بخش های کشاورزی، بخش های قنواتی که در حاشیه بیابان لوط هست، مسیر تاریخی راه ادویه، کاروانسراها و بناهای تاریخی که در حاشیه بیابان لوط بودن. و باید بگم که دوستانی که در این رویداد حضور دارند خدمت شما عرض کنم که در یک تمدن 1000 ساله رکاب خواهند زد. انشالله که بهشون خوش بگذره و مبلغ خوبی از استان کرمان باشن. سید میلاد قالیچی هستم، از تهران اومدم. اولین دوره ماراتون دوچرخه سواریه که من مسابقات زیاد شرکت کردم، ولی این به اولین باری که میخوام شرکت کنم ببینم چه جوریه. بعد یه چالش قشنگه، 70 کیلومتر کویر. شهر خیلی خوبیه شهرداد. من اومدم داخلش اصلا لذت بردم، مردمش همه استعدادهای خوبی هم داره ها. اگه روشون کار بشه دیدم بچه‌ها دوچرخه سوار بودن، کوچولو بودن، علاقه داشتن. ان شاءالله تا فردا ببینیم مسیر چه جور چالشایی داره. به نام خدا، من مرتضی جعفرزاده هستم. از تهران اومدیم و اینکه من تا حالا تجربه کبیر نداشتم. حالا این مسابقه یه جورایی باعث شد که بیام هم تجربه کبیر داشته باشم، همین که یه مسابقه خوبی رو کنار بهترینای ایران تجربه کنیم. محمدی هستم، از کرج خدمتتون رسیدم. انشالله که بتونیم یه برنامه خوبی رو در خدمت مهمترین موضوعی که من راغب شدم که تو این ماراتون شرکت کنم این بودش که با توجه به فضای کویری که وجود داره یه فضای جدیدی رو می‌خواستم تو رکابزنی تجربه کنم.